دوستان چطورید؟ من امیریکس ایم و خیلی خوش اومدید. یک ویدیو دیگه از چنل امیریکس ای اومدیم با هم تغییرات و آپدیت بگیریم. چه آپدیتی؟ آپدیت 9 سالگی فری فایر به بچه هایی که بنر 9 سالگی گرفتن تو چنل من واقعا تبریک میگم. بریم با هم تغییرات آپدیت رو ببینیم. لیتس گو. خب توی مرحله اول بریم سراغ تاپ آپ که یه تاپ آپ جدید آورده که اولش 5 تا این چیه فکر کنم کارت گلد رویال میده، 100 تا جم میده. بعدش اگه 100 تا جم بزنید و یاراتون هم 100 تا جم بزنن یه دونه دنس میده، 100 تا جم دیگه میده، 5 تا کارت اسپین میده اگه اشتباه نکنم. این تاپ آپه که تاپ آپ جالبیه. و بریم تو بخش لاکی رویال که بخش اصلی تغییرات آپدیتی که یه بار اولین ست 9 سالگی فری فایر آورده که توکن های 50 تایی داره، توکن های 5 تایی داره، توکن های 20 تایی داره، یکی داره، توکن های 8 تایی داره، 2 تایی داره و توکن های 3 تایی داره که شانسش نمیدونم چقدر خداییش. اینا همه بودن. گردونگان لولی هم مطمئن نیستم همین بود، ولی توش یو ام پی داره، گورزا داره، تامسون داره و پارافال. این هم که لاکی رویال جدیده که اگه بتونید بگیریدش یه گورزا میده. گورزاش هم دیگه فکر کنم گورزا بده. آره یه گورزا میده که گورزاش هم اپیکه، شبیه سایلنسر داره، ترش عجیبه. و گان لولی جدید مهمترین بخش این آپدیت بود. گان لولی که ایوجیه، این لول 1شه، این لول 7شه بادا که پاوراش هم 2 خط ریت و 1 خط دمیجه و از مگزین هم کم میکنه که مگزینش اونقدر زیاد فرقی نداره. بچه واقعا خوب هد میخوره. البته بذار من یکم برم عقب. من داشتم اینو ترای میدادم واقعا هد میخورد. دنسم رید. بچه تازه انیمیشن سویچ هم داره که اگه گاناتون رو ریلود کنید نکنید ققنوس از این بالا میاد میره تو دست شما و تبدیل میشه به ایوجی. و بچه یه ویژگی خوبی که این چی داره اینه اسکوپش حالا اونقدر به کار کسایی که هد میزنن نمیخوره. البته کسی با ایوجی هد نمیزنه ولی خب همین دیگه بچه. اسکوپ 4 what the hell. مثلا من اسکوپ 3 بندازم رو ایوجیم اسکوپ بچه ها اسکوپ فکر کنم یه جوری میخوابونه کلا. این چیه؟ فکر کنم چیز جد. این چیه؟ نه این که اسکوپیه که بچه نه یکم فرق میندازه. اوکی پس اینه بچه همین اسکوپ 3 این هم اسکوپ 3 هم اسکوپ 4 حساب نیست بچه. این گالوری رو نگیرید فقط برای قیافه است. آره دیگه خلاصه بچه تغییرات آپدیت همینه. یه دونه لابی هم چی هم داره و رنگ های بتل هم داره ریست میخوره. داره ریست میخوره 6 روز دیگه ریسته. و فکر کنم تغییرات آپدیت همه بود. ایونت ها هم بریم با هم چک کنیم که این هیچی بچه. این تقریبا 1200 روزی هسته. اینا چیه؟ گفته 26 مینت نه 250 دقیقه بازی کنید کارت بخوره تو کلت. یه دونه ماجیک کیوب میده. اینا بچه به قرآن نمیدونم چیه. اینا هیچ کدوم نمیاد. از اونجایی که پلیرها خیلی زیاد شدن و نت به شدت ریدم. ولی خب بریم با هم ببینیم ماجیک کیوبا رو که فکر کنم ماجیک کیوبا تغییری نکرده. خب این امده بود. این چیه؟ M4 هم بود. این سه تا همش این چیه؟ اوکی بچه فکر کنم چیز جدیدی به ماجیک کیوب فعلا اضافه نشده. نمیدونم شاید هم شده و من نمیبینم چون والا با این اوضاع اینترنت ریده کچل شدم و با این اوضاع اینترنت ریده چون من این ست پوشیدم.
نه دانلودش ندارم. ریدی با این بچه چیه؟ اینم باید آپدیت. ها بچه فهمیدم این لابی گیمه. چه لابی چیه؟ چه اگه دانلود بشه خدا بخواد دانلود کنه میریم توش با هم میبینیم که بچه مثل این که نمیخواد دانلود کنه. و اینجا هم که این چیه؟ اینجا هم که فکر کنم خبری نیست. بچه همین دیگه بچه به جز این اخبار آپدیتی براتون ندارم، ولی اگه فهمیدم هر چیز سریعتر سعی میکنم براتون بذارم. خب دوستان عزیز امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت حساب فراموشتون نشه. تا ویدیو بعدی بای بای.